در روزگاری بسی دور، آنگاه که بادها از شرق دشت‌های نیشابور تا کوه‌های البرز می‌رفت، سرزمینی بود که مردمش به دانایی و مهربانی شهره بودند. شاهی بر آن سرزمین فرمان می‌راند به نام کیوانشاه، مردی سختگیر اما دادگر. پسری داشت به نام آریامن، جوانی دلپاک، آرام و خرسند که در میان همه شاهزادگان تنها او بود که دلش از زر و زیور تهی و از مهربانی پر بود. کاخ شاه در میان دشت‌های طلایی و در کنار چشمه‌ای زلال بنا شده بود. هر صبح که خورشید از پشت کوه برمی اومد، پرتوهایش از میان ستونهای بلند کاخ می‌گذشت. چهره آریامن در آن شکوه و دلارامی نبود. از کودکی میان آداب شاهانه پرورده شده بود، اما در درونش تمنایی نهفته بود که نامش را نمی‌دانست تا آن روز سرنوشت‌ساز. در روزی که از روزهای بهار شاهزاده به بهانه شکار از کاخ بیرون رفت، با همراهانش از دشت‌ها گذشت تا به دامنه‌ای کوهستانی و سبز و خرم رسید. آنجا در میان چمنزار و جویبار دختری را دید با جامی از گل که بر لب چشمه می‌خواند و گل می‌چید. آریامن در نگاهی نخست دلش را باخت. دلش لرزید و صدایش در گلو نشست. نزدیک شد و گفت: دختر، نامت چیست که با آوازت دل کوه را نرم می‌کنی؟ دختر لبخندی زد و ساده و بی‌ریا گفت: نامم پرنیان است. از روستای پایین دست آمده‌ام تا گل را برای مادرم ببرم. شاهزاده پرسید: مگر نمی‌دانی اینجا شکارگاه شاه است؟ می‌دانم، اما گلها فرمان شاه را نمی‌دانند. آنها در هر جا که خاک مهربان باشد می‌رویند. همان دم بود که آریامن دانست این دختر از جنس مردم عادی نیست، بلکه از تبار دلپاکان است. او خندید، از اسب فرود آمد و ساعتی با او سخن گفت، از دشت، از رود، از دریا، از رویاها. پرنیان هرچه گفت چون شعری بود بر گوش جان آریامن. یه رازی بزرگ در دل شد. دو دل که هرگز نباید در کنار هم می تپیدند، چون شعله شمعی در دل باد عاشق شدند. اما در قصر باد دیگر نمی وزید. شاه کیوان در اندیشه وصلت پسرش با دختر پادشاه همسایه بود تا پیمان صلحی بزرگ ببندند. وقتی فهمید پسرش دل به دختری روستایی بسته، بسیار خشمگین شد. گفت: شاهزاده باید با خون شاهان ازدواج کند، نه با دختران ده. عشق بازی مردم کوچه است، نه فرزندان پادشاه. آریامن سر فرو انداخت و اما در دل گفت: اگر عشق بازی مردم کوچه است، خوشا بر من که از شاهی به کوچه رسم. او شبانه از کاخ گریخت. به ده رفت و پرنیان را یافت. اما مردم روستا از ترس خشم شاه آنان را از هم دور کردند. پدر پرنیان گفت: ای شاهزاده، ما فقیر و ساده ایم. تویی وارث تاج و تخت. این عشق آتشی است که هر دو را خواهد سوزاند. اما آریامن گفت: آتش عشق مرا نمی سوزاند، بلکه مرا زنده می کند. روزها گذشت. خبر عشق شاهزاده و دختر فقیر چون بادی در سراسر سرزمین پیچید. شاه سپاهی را فرستاد تا پسرش را بازگردونند. آنان به ده رفتند. آریامن را یافتند. به قصر آوردند. پرنیان را نیز به جرم جسارت در عشق زندانی کردند. شاه در تالار مرمرین در برابر بزرگان کشور گفت: فرزندم باید از عشق گناهکارش توبه کند، وگرنه از ارث محروم می شود. آریامن گفت: من نه گناهی کردم و نه از عشق توبه می کنم. اگر تاج و تخت بهایی است که باید در برابر عشق بدهم، بگذار تاج از سر بردارند و دل بر جای بماند. شاه خاموش ماند، اما در چشمانش نشانی از اندوه داشت. او فرزندش را دوست داشت،
اما در دلش هنوز سایه غرور شاهانه‌اش سنگینی می‌کرد. در همان شب پرنیان در زندان با نوری درخشان روبرو شد. زنی پیر با جامه‌ای سپید و چهره‌ای چون ماه به او نزدیک شد. گفت: من پری ناهیدم، نگهبان عشق‌های پاک. دل تو و آریامن چون دو شعله‌ای از یک آتش است. از این دیوار سنگین نترس، چرا که هیچ دیواری نمیتواند دو دلی را که برای عشق میتپد جدا کند. پری دست بر شانه پرنیان گذاشت و گفت: فردا پیش از طلوع نسیمی از شمال خواهد وزید. آن باد نشانه آزادی توست. صبح وقتی سپیده دمید، زندانبانها با شگفتی دیدند سلول پرنیان خالی است. اما بر زمین گل‌های یاس رویده. در همان لحظه باد شدیدی وزید و از فراز کاخ صدای خنده دختری آمد. آریامن به سوی برج دوید. پرنیان را دید که در پرتو نور صبح بر بامداد ایستاده. شاه با دیدن آن صحنه دلش بسیار لرزید. فهمید که هیچ نیرویی در جهان نمیتواند میان عشق راستین را جدایی بیاندازد. از تخت برخاست، تاج را از سر برگذاشت. گفت: ای پسرم، ای آریامن، اگر عشق تو چنان نیرومند است که حتی دیوارها را میشکند، پس چه جای ستیز است؟ این دختر از امروز نه دختر ده، بلکه دختر دل من است. و در میان شادمانی مردم و نغمه‌های نیها و دفها، آریامن و پرنیان در باغ با جامه‌های سپید پیمان عشق بستند. سالها گذشت. سرزمین کیوانشاه به دست آریامن و پرنیان آبادتر از همیشه شد. مردم می‌گفتند از وقتی که عشق بر تخت نشست، هیچ کس گرسنه نماند و هیچ دلی بیخانه نماند. و هنوز هم در دشت‌های شرقی ایران چشمه‌ای هست که مردم آن را چشمه پرنیان می‌دانند. می‌گویند اگر دلداده‌ای بر لب آن چشمه آرزویی کند، صدای نسیمی می‌آید، نسیمی از دل آریامن و پرنیان. آن که با دلی صادق دعا کند، بیگمان به معشوقش خواهد رسید. زیرا عشق فرمانی است که حتی پادشاهان نیز در برابرش سر تعظیم فرود می‌آورند.